با پول دنا تو عراق داج چالنجر سوار شو. میدونستی ماشین های لوکسی که اینجا چند میلیارد قیمت دارن تو کشور دوست و همسایه یعنی عراق چندن؟ تو عراق با 850 میلیون میتونی کیا اپتیمای 2020 سوار شی. اون وقت تو ایران بهت چی میدن؟ یه 207 دخترکش. با پول یک هایما S7 تو عراق میتونی یک کیا استینگر 2023 برداری. با 1 میلیارد و 300 هم بهت داج چالنجر 2022 میدن. داداش میدونستی اگه الان تو عراق بودی با پول یک تیگو 8 پرومکس لند کروز 2014 میگرفتی و 400 میلیون هم میذاشتی تو جیب خودت. در جریانی که عراقی ها با 2.9 میلیارد BMW سری 5 2021 سوار میشن. اما جالب اینه که قیمت ماشین های داخلی تو عراق از ایران گرونتره. مثلا فرض کن برای یک کویک صفر باید $8,000 ناقابل توی عراق پیاده بشی.